الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران و خواهران عزیز، عید چرا گویند؟ عید روزی را گویند که هر سال گشته و برگشته می آید. عید مسلمان ها دو عید است، عید فطر است و عید قربان است که هر سال این دو عید می آید و عید کوچکی هست که به این عید تبریک کردن و مثل این دو عید سخت گرفتن وجود ندارد که روز جمعه را هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عید است گفتند. در دو عید تبریک کردن این سنت است، اما در روز جمعه همچون عید تبریک کردن بدعت است. در دو عید اول که تبریک کردن هم جایز است، در وقت معینی که شریعت معین کرده است تبریک نکرده پیش از روز عید چندین روز پیش تبریک کردن و شروع کردن، این مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این عمل هم بدعت است. عید روز خرسندی است، عید روز فرح است، عید روزی است که مسلمان ها به مسلمان ها میشینند و دوستی میکنند و بار دیگر الولاء خود را، دوستی خود را، محبت خود را که همه به خاطر الله است به دیگر مسلمان ها نشان میدهند. عید این روز است که براءت از کفار را نشان میدهند، هم نشینی با مسلمین و دوری و بدبینی و بغض و عداوت بر کفار را بار دیگر نشان میدهند. عید روز است که سنت است که هر یک انسان پیش از به نماز عید رفتن طعام نخورده به نماز عید برود و بعد از این از گوشت عید و قربان تناول بکند. عید روز است که یک مرد مسلمان باید اهل خانواده خود را خرسند بنماید و به اونها هدیه ها بدهد و به اونها لباس های جدید و نو بپوشاند. خصوص برادر موحدم، در این روز که سبحان الله عید کفار به عید مسلمین آمیخته شده است و آمیخته کنندگان این گمراهان و مبتدعان عید کفار را از عید مسلمان سخت‌تر و وزنین‌تر تجلیل می‌کنند. پس به من و تو واجب است ای موحد که عید مسلمان را، عید اسلامی را، عیدی که عید موحدین است، باید زیباتر و سخت‌تر و خوبتر و با خرسندی‌تر و با لباس‌های جدید پیشواز بگیریم. فرزندان خود را خرسند بسازیم و از الله سبحانه و تعالی دعا بکنیم که دیگر روزها را به ما روزی بیگناه و بی‌معصیت گرداند. پس اصلا در شریعت اسلام روز غمگینی، روز شکست، روز گریه وجود ندارد. برای امت اسلام الله سبحانه و تعالی و رسولش غمگینی را حرام کرده است. یعنی همیشه غمگین گشتن، همیشه سرخم گشتن، همیشه زرد و لاغر گشتن حرام است. امت اسلام همیشه در حرکت هستند، همیشه خرسند هستند. برای من علما میگن که ای اهل توحید، روز عید را خوب زیبا تجلیل نمایید تا که دشمنان اسلام باز بدانند که ما دین داریم که فسحه دارد، عید دارد، استراحت دارد، لذت دارد و خوشنودی و خرسندی دارد، تا که باز غیظشان، بغض و عداوتشان، حسدشان در دلشان بجوشد. والله وقتی که مسلمان ها، وقتی که مؤمن ها، وقتی که موحدین، وقتی که اهل توحید عید را زیبا و خوب تجلیل میکنند، اهل کفر، اهل شرک، اهل رده و نفاق، این یهود و نصارا دلشان میسوزد و میکفد و میتبد. والله بالله تالله. پس این وظیفه ما است که دل اونها را کفانیم، دل اونها را تپانیم. و چیزی دیگر این است که آیا جایز است که زنها یک دایره، یک تبلک را بین خود در روز عید بزنند؟ بله، چگونه که پیشتر بیان کرده بودیم، زدن تبلک در 3 حالت و خوبترش در 2 حالت جایز است، فقط برای زنها و خود زنها تبلک اگر بزنند. و آمیخته کردن یگان نمود موسیقی حرام است و این گناه کبیره است. یک تبلک خالی به یگان چیزی دیگری، تبلکی که سخت ترنگ کرده نباشد، آوازش سخت نباشد، یک تبلک عادی باشد، در پشتش چقراس‌های زنجیرهای نداشته باشد، یک تبلک عادی باشد، زنها در روز عید
اگر زنند دخترچه ها کمی رقص و بازی بکنند جایز است. در بین خودشون مردها به نزد اونها رفتن و میخته شدن، مردها در بین خودشون تبلک زدن در روز عید یا در دیگر روز در همه وقت حرام است. و دومین وقتی که جایز است وقتی ولیمه، اگر یک مرد یک نکاح بکند، یک زنی رو بگیرد، یعنی یک زن شوهر بکند، در بین زنها یعنی تبلک زدن و فقط زنها این عمل رو انجام دادنش جایز است. اگر مرد هم در گرد اطراف نزدیکتر باشد صدای تبلک رود شنیدنش باکی ندارد، چخیلی که در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله تبلک زدند اما دایره گویا زدند، اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله خودشون نزدند، به کسی نگفتند اصحابان که بزنند، مردان نزدند، فقط اگر زنها زند و به گوش رسول الله آید باکی نداشت صلی الله علیه و سلم. پس فردا روز عید است، روز دیگر هم روز عید است، 3 روز روز عید است. ببینید فردا، پس فردا و روز دیگر. فردا روز یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه. در این 3 روز شما میتونید قربانی بکنید، هدیه ها بدهید، خودتون لباس های زیبا بپوشید، توحید را به دیگران برسانید. در روز عید وقتی که به دیگران ای زنی مسلمان، ای موحده، ای خواهرم، وقتی که در یک مجلس با زنهای دیگری میشینی، تو به غیبت و قیل و قال و سخنهای بیهوده و نقلهای شیطانی نکن، تو به اونها توحید را رسان. والله 5 دقیقه سخن از موضوع توحید کردن، از لا اله الا الله در بین زنها کردن برای تو از این همه زندگیت افضل است و بهتر است. پس در بین خواهران باید رسانیدن توحید خوبتر و افضلتر و نشاطتر شده باشد و بشود، باید بشود. باید خواهران موحده ما امروز کوشش بکنند که در بین زنها برسانند. توحید در بین برادران کمی پیش رفته شده است اما در بین زنها ضعیف است. این وظیفه شما خواهران است. ای خواهرانی که الله به شما نعمتش را داد، نعمت توحید را داد، نعمت شوهر موحد را داد، نعمت فهم و رسانیدن توحید را داد، توحید را رسانید. خودتان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنید با وسیله دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی. از هیچ کسی نترسید و نرنجید، در این راه از کسی خفه هم نشوید، نرنجید هم، همیشه خرسند و خوشنود باشید و هیچگاه از کسی طمع هم نکنید، به این عملتون چیزی رو هم نخواهید و بدانید که این عملتون در نزد الله ان شاء الله اجر دارد و بزرگ است و مقبول است. در این راه هیچگاه غمگین هم نباشید، از ملامت کننده ها نترسید و به دین الله با رسانیدن توحید خدمت بکنید. غیر از توحید دیگر چیزی را صحبت نکنید. بزرگترین چیزی که امروز باید صحبت بشود توحید است و بهترین روزی که بر این مسئله باید گفته شود روز عید است، چرا که در روز عید همه جمع میشوند در نزد سفره و ای زنهای موحده به خود، به خانواده خود، به فرزندان خود، به دوستان شوهر خود که موحد هستند بهترین طعام ها، بهترین ناز و نعمت ها، بهترین خانه تازه و آزاده و دستارخوان و سفره ها را آماده بکنید. این عبادت است، این به قدری شما نیست، این عین اوج بالاترینی این قدردانی شما همین است که به اهل توحید غذا آماده بکنید. والله دست زنی موحده که برای اهل توحید، برای فرزندان موحدش غذا آماده می کند باذن الله سبحانه و تعالی که به درد، به عذاب، به آتش جهنم نخواهد درآمد. کوشا باشید با این دستانی که الله به شما داده است در روز عید به شوهران خود، به اهل توحید، به فقیران، به همه کسانی که از اهل توحید هستند برای اونها طعام ها آماده بکنید، پهن بکنید، این طعام ها رو تقسیم بکنید، با دیگران مهربان باشید، عید را عید بکنید. ضعیفان، زنها کمی ضعیف هستند، بعضی اونها از توحید ضعیف هستند، در یک جا حتی 4-5 نفر اونها وقتی که جمع شدن کمی مشکلی می شود، این هم از شیطان است، از اینها دست بکشید، به بین خود به شیطان راه ندید. و نصیحت من به برادران اهل توحید این است که در این روزها توحید را منتشر سازید و فراموش نکنید که شما غیر از زن خود و خواهران خود و غیر از فرزندان خود دیگر خواهران دارید که هزارها امروز در زیر دست این کردهای آفتاب پرست مشرکین لعنت الله علیهم
سبحان الله، اونها در حصار هستند، اونها در حالت محکم هستند، به زبان روسی بگیم بلکد هستند. اونها را چندین هزار نفر را، زیاده از 20,000 نفر خواهران ما امروز نان خوردن، سبحان الله، حتی جای خواب رفتن و نشستن ندارند. اونها اسیر مشرکین هستند. دختران موحد، خواهران موحده، مادران موحده، فرزندان اونها را فراموش نسازید. اگر اونها را فراموش سازید، اگر در یاد شما اونها نباشند، دانید که شما از جمله، سبحان الله، از جمله کسانی هستید که فیه نفاق، کسانی هستید که شعبه از شعبه نفاق وجود دارد. چگونه فراموش میکنی اون هزاران خواهران موحد و فرزندان اونها را که امروز در اسارت هستند، ناله و فغان میکنند، ندا میکنند که به ما کمک بکنید. لااقل اگر نتوانی دعا در حق اونها بکن، لااقل اگر نتوانی در حق اونها گریه بکن. تو امروز چقدر در ناز و نعمت هستی که اونها ندارند. فرزند تو چقدر امروز زیبا میپوشد که اونها اصلا ندارند. اونها مگر از اهل توحید نیستند؟ توحید اونها از توحید تو ای خواهرم و ای برادرم قوی تر است. زندگی اونها به خاطر الله و به خاطر راه الله و به دین الله بود و اونها خود را بخشیده اند. پس ما نباید اونها را فراموش بکنیم. بارک الله فیکم. پس کوشا باشید، در حرکت باشید، زنده باشید و توحید را بیاموزید و منتشر بکنید. حیاکم الله و بیاکم.